پسری فقیر برای ادامه تحصیل دست فروشی میکرد. یک روز که به شدت دچار تنگ دستی شده بود، او فقط یک سکه ناقابل در جیب داشت. در حالی که گرسنگی سخت به او فشار می آورد، آخر تصمیم گرفت از خانه‌ای تقاضای غذا کند. در خانه‌ای را کوبید. با این حال وقتی دختر جوانی در را به رویش گشود، دست پاچه شد و به جای غذا یک لیوان آب درخواست کرد. دختر جوان احساس کرد که او بسیار گرسنه است. رفت و برایش یک لیوان شیر بسیار بزرگ آورد. پسر شیر را نوشید و آهسته گفت: چقدر باید به شما بپردازم؟ دختر جوان گفت: نیازی نیست چیزی بپردازیم. مادرم به ما یاد داده که در قبال کار نیکی که برای دیگران انجام می‌دهیم چیزی دریافت نکنیم. پسر در مقابل گفت: از صمیم قلب از شما تشکر می‌کنم. او پس از اینکه آنجا را ترک کرد، نه تنها از نظر جسمی خود را قوی‌تر حس می‌کرد، بلکه ایمانش به خداوند و انسان‌های نیکوکار نیز بیشتر شد. چندی قبل او می‌خواست دست از تحصیل بکشد، ولی نظرش تغییر کرد. سالها بعد زن جوانی به بیماری شدیدی گرفتار شد. پزشکان از درمان وی عاجز شدند، بنابراین او را به شهر بزرگتری منتقل کردند. پسرک قصه ما که یاسین نام دارد، اکنون جوانی برومند و پزشکی زبده و کارآزموده شده است. دکتر یاسین برای مشاوره در مورد وضعیت این زن فراخوانده شد. وقتی او نام شهری که زن جوان از آنجا آمده بود را شنید، برق عجیبی در چشمانش نمایان شد. بله، حدسش درست بود. او بلافاصله بیمار را شناخت. برای همین مصمم به اتاقش بازگشت و با خود عهد کرد هرچه در توان دارد برای نجات زندگی وی به کار گیرد. آنها پس از کشمکش طولانی با بیماری سرانجام موفق به غلبه بر آن شدند. بالاخره روز ترخیص بیمار فرا رسید. زن با ترس و لرز فراوان صورت حساب را از حسابداری دریافت کرد. او اطمینان داشت تا پایان عمر باید برای پرداخت صورت حساب سخت کار کند. اما هنگامی که نگاهی به صورت حساب انداخت، جمله‌ای به چشمش خورد که حیرت او را برانگیخت. همه مخارج با یک لیوان شیر پرداخت شده است. امضا دکتر یاسین. زن جوان حیران ماند. بیاد آن روز افتاد. پسرکی برای یک لیوان آب در خانه آنها را زد و او در عوض برایش یک لیوان شیر آورد. اشک از چشمان زن سرازیر شد. فقط توانست بگوید: بار الها شکرت. خدای شکر که عشق تو در قلبها و دستهای انسانها جریان دارد. از داستانهای این چنینی کم نیستند و حتما شما هم بارها شنیدید. مگر غیر از این است که خداوند پاک خودش می‌فرماید که آیا سزای نیکی و احسان غیر از نیکی است؟ این قانون خداوندی است. هرچه بیشتر به دیگران کمک کنید، خداوند نیز به واسطه دیگران بیشتر به شما کمک می‌کند. با در نظر گرفتن این موضوع، از شما تقاضا داریم که روزی یک بار یا حداقل هفته‌ای یک بار سعی کنید به دیگران کمک کنید و ببینید چه تأثیری بر شما خواهد گذاشت. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، از شما میخوام که اون رو لایک کنید و با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید تا انشاءالله همگی ما مبلغی باشیم برای اسلام محمدی. التماس دعا.